ای بوله نمی توربا جوانی مرگی بچه ای بوله امی توربا قندی دخته جوانی مرگ کرده ای بو جون اوچه و اوچه مرا دکتر عبدالله جان در کجا در یک کنجکای درخت در گونجو بجا شده باشه یکی بچمون اوجه چی هسته چی گوشه باید او جون اوچه و اینجا چی دا اومدی چیه اوچه مرا برای چی عبدالله جان عبدالله جان کجا دایی تو بچه جان خیمه روی گرم تا ندیدم روی خنک تبین موقع عبدالله جان کجا دویومی مای سالی روان دو برادر ساکنان جماعت سامان شهر حصار که یکی 8 و دویومین باشد 6.5 ساله بودند برای تجلیل عید فطر به حوالی بابایشان به دهه دهقان‌آباد جماعت دهقان‌آباد رفتند. هنگام گشت و گذار و عیدگردک این دو برادران خواستند از بالای یک قبوری که دو ساحل کانال کلانی حصار را به هم وصل میکرد عبور کنند. هنگامی گذشتن دادرش به آب میافتد ولی برادرش میخواهد که دادر خود را نجات دهد اما او نیز به آب غرق میشود. در این حالت ساکن ده سعید بیکوف این را دیده خیلی به زودی خود را به آب هوا داد تا پسرکان غرق شده را نجات دهد. متاسفانه وی تنها یکی از آنها یعنی برادرش را نجات داد ولی دادرش را باشد نجات ندادند چون که وقتی که برادرش را نجات دادند بعد از آن فهمیدند که دادرش نیز در آب غرق شده است. از این خاطر نتوانستند که سری وقت دادرش را نیز نجات دهند. اگر نصیبی روزگی الله بدهیو یا تای بچه ما سبب شده با کام برو دو تاش میرفت چیکار میکرد نصیب تقدیر حق کم کام دو کنه به حق ما دو به جای حادثه دسته امدادگران ریاست کمیته رسیدند و تا تاریکی جسد پسر بچه را جستند اما نتیجه نداد. صبح 3 می کارهای جستجویی دوباره آغاز شدند ولی تا امروز 5 روز می شود که جسد کودک را از درون آب نیافتند. چنانه که خبر دادند پدر و مادر این دو کودک در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشته آنها را عمه‌شان نگاهبین می‌کرده است و برای جستجو کردن این میت این کودک غرق شده دعا کنید تا که زودتر این کودک غرق شده را یابند. از این خاطر از همه والدان از پدر و مادران خواهش کرده می شود که فرزندان نابالغ خود را هرگز به نظارت نگذارید. همیشه وقتی بودن در نزد مخزن‌های آب قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنید فهمانید. آبازی در مکان‌های ممنوع برای همه خطر دارند و ساکنان باید این را دانسته باشند. دوستان عزیز، پدر و مادران عزیز، کودکان خود را هیچگاه به نظارت نگذارید. هر کجایی که می روید آنها را با خود گیرید و یا همیشه قاعده های بی‌خطری را فهمانید تا اینکه رعایت کنند و به چنین روزهای سخت نیفتند.